امروز رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در 37 ساختار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه تغییرات کادری انجام دادند. با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، رئیس ناحیه شامنصور و در موافقه با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، معاونان رئیسان ناحیه‌های اسماعیل سامانی، فردوسی و سینای پایتخت از حساب کادرهای صاحب تخصص تعیین گردیدند. با قرارهای داخلدار رئیس شهر دوشنبه در واحدهای ساختاری دستگاه رئیس شهر، ساختارهای نزد مقامات از قبیل ریاست‌های رشد اقتصاد و سودا، سرمایه‌گذاری و اداره مال و ملک دولتی، فرهنگ، مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، کار با زنان و عائله، جوانان و سیاحی، باغ‌های فرهنگ و فراغتی و دیگر ساحه‌های انفراساختار شهری تغییرات کادری به عمل آمد. با نتیجه‌گیری از فعالیت ساختارهای ذکر گردیده، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی توجه راهبران ساختارها را بهر بلند برداشتن سویه دانش‌های تخصصی، به راه ماندن راه و اصول‌های نوی پیشبرد فعالیت جلب نموده، جهت پاک وجدانانه اجرا نمودن وظیفه‌های خدمتی سپارش‌های قطعی دادند.